موی خود قیچی بکنه حرام هست یا نیست؟ برای زن اجازه نیست موی خود قیچی بکنه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه لعنت خدا به زنی که موی خود قیچی میکنه. میگه من موی خود قیچی میکنم مثل فلان دختر فیلم پسر شانایم باش. نه مادر جان، خدا عزت زنها را، فرشته ها را، یک توده فرشته خدا خلق کرده در آسمان. کار از اونها چی است؟ کارشان چیست؟ کارشان همیست که دعا میکنن در حق مردانی که ریش داره، در حق زنانی که چوتی دارن. دعای فرشته ها همیست خدایا فلانی زنانی که چوتی های دراز دارن مورد مغفرت قرار بده، پروردگار فلانی مردهایی که ریش داره بر رحمت خود قرار بده. امروز مرد واجب پیامبر را میزنن، واجب خدا را میزنن، ریش میتراشن و دخترم موی خود کوتاه و قیچی میکنن. هر دوش هم حرام است. من خود نماز میخونم خدا دعای من قبول نمیکنه. ما در جا که نماز میخونید نافرمانی خدا را هم کردید. من هفته پیش براتون گفتم هم اطاعت هم پرهیز. چیزی را که خدا پرهیز کردن نکنین، چیزی را که گفته بکنین. تایید اگر نمیفهمیدی اشکال نداره، بعد از این موی قیچی کردن نمیشه. برادران و خواهران مسلمانم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم یک نوار تازه از مولانا فیروز مزاری را برایم روان کردن دوستا. در این نوار مولا فیروز بیان میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه لعنت الله به کسی که به زنی که موی خود قیچی میکنه. باز بیان میکنه که یک تعداد از ملائکه ها را الله متعال خلق کرده، کار از اونها ای است که دعا میکنن در حق مردایی که ریش دارن و زنایی که چوتی دارن. دعایشان به این شکل است که ملائکه ها همینطور دعا میکنن خدایا زنایی را که چوتی های دراز دارن مورد مغفرت قرار بده، مردایی که ریش دارن مورد رحمت قرار بده. سبحان الله، در حالی که چنین چیزی نه در قرآن است نه در سنت وجود داره. اصلا از دل خود هر چی که بیان کردن دین گفته بیان میکنن. معاذ الله، چرا از الله نمیترسین؟ پیام ما به مولای فیروز است که بترس از الله، از دل شکمبه خود هر چیز بیان نکو، هر گپ را به دین رب نده. چندین خطا است که ما خطای تا بیان میکنیم اما نمیای قبول هم نمیکنی. چی کسی ظالم تر از او کسی است که به الله و رسول دروغ بسته کنه؟ بترس از الله، بترس از روزی که سخت جواب میتی. این گپایی که زدی اصل اساس در دین نداره. موی قیچی کردن برای زنا کجا حرام است؟ کی گفته؟ بلکه در حدیث صحیح آمدگی است که عایشه ام المؤمنین مادر ما رضی الله عنها روایت کردگی است که زنای پیامبر صلی الله علیه و سلم موهای خودشان قیچی میکردن تا اندازه سرای شانه خود، تا اندازه سرای شانه خودم موی خود قیچی میکردن. حدیث صحیح در رابطه وجود داره و این دلیل به این است که قیچی کردن موهای زنا حرام نیست بلکه جایز است، مشکل نداره. و این حدیثی را که بیان کردی که دعا میکنن ملائکه برای مردای ریشدار و برای زنای مویدار، در کجا است؟ در کدام کتاب است؟ کدام کتاب است؟ آدرس بده. چرا مردم فریب میتین؟ چرا هم فریبی میکنی؟ از الله نمیترسین؟